حرکت سرعت ثابت یک حرکتیه که از اسمش هم مشخصه، سرعت متحرک ثابت هست در طول حرکت. در این نوع حرکت اندازه و جهت سرعت متحرک در طول مسیر ثابت است. کاملا مشخصه، هم جهت سرعت ثابته و هم اندازه سرعت ثابته. چون اگه جهت سرعت تغییر بکنه باز شتاب به وجود میاد، اگر اندازه تغییر بکنه شتاب به وجود میاد. پس اندازه و جهت سرعت متحرک در طول مسیر ثابت است. همچنین میتونیم یه جور دیگه بگیم شیب نمودار مکان زمان در طول حرکت ثابت است. شیب نمودار مکان زمان، شیب نمودار xt در طول حرکت ثابته، به خاطر همین سرعت ثابت میشه. در نتیجه سرعت متوسط متحرک با سرعت لحظه‌ای آن برابر است. یعنی v average با v لحظه‌ای با هم چیه؟ برابره. متوسط با لحظه‌ای با هم برابره. پس تو قسمت بعد من میخوام بگم آقا معادله حرکت سرعت ثابت که شتابش صفره میتونیم به این شکل بیان کنیم: x برابره با vt به علاوه x0. در این معادله کاملا مشخصه که v اینجا سرعته، دیگه نمیگیم سرعت متوسط یا لحظه‌ای، کلا میگیم سرعت. x0 مکان اولیه است، t زمانه. این t زمانه. چرا من معادله حرکت و x مکان ثانویه است؟ چرا اومدیم معادله در حقیقت حرکت با سرعت ثابت یا معادله مکان زمان سرعت ثابت رو نوشتیم؟ ببینید با استفاده از معادله ما میتونیم حرکت متحرک رو در زمانهای بعدی پیش بینی کنیم. مثلا میگم من اگر تی رو بذارم 0 مکان اولیه به دست میاد، میشه x0. اگر تی رو بذارم 1 مکان بعدی متحرک، با توجه به سرعتش میتونیم پیش بینی کنیم. اگر تی رو بذاریم 2 مکان بعدیش، و به همین طریق میتونیم با استفاده از معادله حرکت سرعت ثابت مکان متحرک رو در زمانهای متفاوت چیکار بکنیم؟ پیش بینی بکنیم. همچنین میتونیم نمودارش رو رسم کنیم. پس تو قسمت بعد نمودارهای حرکت در حقیقت سرعت ثابت رو با هم یاد میگیریم. ببینید نمودار دو تا نمودار داره، یکی نمودار مکان زمانه، یکی نمودار سرعت زمانه. در نمودار مکان زمان شیب خط نمودار ثابته. درسته، الان شیب خط مثبته و ثابته، پس v میشه مثبت، چون شیب نمودار مکان زمان میشه سرعت، v میشه مثبت. اینجا v میشه منفی، چون شیب نمودارمون منفیه. بنابراین نمودار معادل سرعتش میشه این: v مثبت v منفی، a هم که صفره. پس اینجا که شیب مثبته v مثبته و اینجا که شیب منفیه v منفیه. اینجا در این نمودار x0 صفره، اینجا x0 صفره. میتونه x0 مثبت باشه، یعنی میتونه نمودارمون از اینجا شروع بشه، میتونه نمودارمون از اینجا شروع بشه. یعنی x0مون چی میتونه باشه؟ منفی میتونه باشه. پس اینجا برای هر سه تا نمودار، چه x00 چه مثبت چه منفی، شیب نمودارمون مثبته. باز نمودار سرعتمون همین میشه، چون سرعت ثابته، هیچ تغییری نمیکنه، ولی x0 مون میتونن مثبت منفی صفر باشن. همچنین برای شیب منفی هم x0 میتونه چی باشه؟ مثبت منفی صفر باشه. باز نمودار سرعت معادلش در حقیقت منفی خواهد بود. مثال اولی که در رابطه با در حقیقت حرکت سرعت ثابت اینجا میخوام مطرح کنم، مثال 1/10 از کتاب هستش. البته خود کتاب این مثال رو توضیح داده و حل کرده. یک بار با زبان و توضیح من این مثال ما با هم بررسی میکنیم. شاید اشکالاتی وجود داشته باشه که اینجا اشکال شما رفع بشه، حالا با یه توضیح و توجیه دیگه ای. ببینید نمودار ما یه نمودار چیه؟ مکان زمانه که الان توی صفحه تو قسمت قبل توضیح داده شده. نمودار مکان زمان شیبش مثبته، پس من با استفاده از این نمودار یه سری پیش بینی هایی میتونم داشته باشم. یکی شیب نمودار مثبته، پس سرعت من در طی حرکت ثابته و مقدارش مثبته.
اینو قبل از اینکه حل بکنیم باید بفهمیم. مکان اولیه من منهای 40 متره. پس اینم میتونیم بفهمیم از روی نمودار. حالا با استفاده از شیب نمودار میتونم من در حقیقت سرعت این متحرک رو که ثابت هست به دست بیاریم. بریم ببینیم مسئله از ما چی میخواد. شکل روبرو بخشی از نمودار مکان زمان شخصی را نشان میدهد که با سرعت ثابت حرکت میکند. همونجور که گفتیم چون شیب نمودار مکان زمان ثابته میتونیم پیش بینی بکنیم که سرعت چیه؟ ثابته. الف، شخص در مبدأ زمان در چه مکانی قرار دارد؟ مبدأ زمان یعنی اینجا. خب مکان شخص منظور چیه؟ مکان اولیه‌اش چقدره؟ مشخصه که چقدره؟ منهای 40 متره. در حقیقت مبدأ زمان همون تی صفره، یعنی همون مکان اولیه است. پس اینجا منظور همون مکان اولیه بوده که نقطه شروع حرکت، مکان شروع حرکتی که منهای 40 متره. سرعت حرکت این شخص را به دست آورید و نمودار سرعت زمان آن را رسم کنید. همونجور که گفتم اگه من شیب نمودار رو به دست بیارم میتونم چیکار کنم؟ سرعت متحرک رو به دست بیارم. اگه بخوام سرعت رو به دست بیارم فرقی نمیکنه کدوم دو تا لحظه رو بگیرم. اگه بخوام سرعت رو به دست بیارم، بخوام شیب نمودار رو به دست بیارم، کافیه که در حقیقت دو تا نقطه از این نمودار رو چیکار بکنم؟ در نظر بگیرم. ببینید در این شکل من میتونم وی اوریج بگیرم، چون وی اوریج با وی لحظه‌ای با هم برابره و کلا میشه سرعت. پس این میشه دلتا ایکس به دلتا تی که همون شیب نمودار میشه. بین دو تا لحظه رو ما در نظر بگیریم. مثلا میگم بین لحظه 0 تا 30 رو من اگه در نظر بگیرم یا 10 تا 30 رو در نظر بگیرم فرقی نمیکنه. اگه بین 0 تا 30 رو در نظر بگیرم میشه چی؟ 30 منهای 0. ببینید در سی وی چنده؟ در سی وی 20 و در 0 وی چند ایکس چنده؟ عذرخواهی میکنم. در سی ایکس 20، در 0 ایکس منهای 40. یه منهام خودش داره، طبیعتا میشه مثبت 40، 20 و 60. 40 میشه چند؟ 60. 60 سیوم، اینجا وی میشه چند؟ 2 متر بر ثانیه. پس این سرعت متحرکه. و اگه من بخوام نمودار وی تی شو رسم کنم، شما یه عمودی رو وی میذارید، افقی رو تی میذارید، اینجا رو میذاریم 0 تا لحظه 60 که حالا با توجه به این نمودار من بخوام نمودار وی تی رو رسم کنم، میتونم اینجا رو به انتخاب خودم مثلا 2 بذارم و خطی موازی محور زمان رسم کنم. پس این نمودار چیه؟ وی شه. وی چقدر مقدارش؟ 2 متر بر ثانیه است. خطی موازی محور زمان و چون شیب نمودار مثبت و وی ما مثبت به دست اومده، ما در حقیقت نمودار وی تی مون رو چیکار میکنیم؟ بالای نمودار رسم میکنیم. اگر منفی بود زیر رسم میکردیم. در چه لحظه یا لحظه های شخص در فاصله 20 متری از مبدأ محور قرار گرفته است؟ در چه لحظه هایی در فاصله 20 متری از مبدأ محور قرار گرفته؟ ببینید در فاصله 20 متری یکی اینجا است، یکی اینجا است. وقتی اسم فاصله رو میاره منظور قدر مطلقه ها. منظور قدر مطلقه. پس چه لحظه هایی میشه در فاصله 20 متری؟ یکی لحظه 10 ثانیه است، یکی لحظه چی؟ پس من می نویسم 10 ثانیه و چقدر؟ 30 ثانیه. پس 2 تا لحظه است که فاصلش از در حقیقت مبدأ 20 متره. یکی اینه، یکی اینه. این 2 تا 20 متر رو وصل میکنیم. هر جا نمودار قطع شد زمان معادلش رو در حقیقت اینجا قرار میدیم. یکی لحظه 10 هست، یکی لحظه 30 ثانیه. اگر شخص به مدت 5 دقیقه به همین صورت حرکت کند، جابجایی وی را در این مدت به دست آورید. شما از روی معادله مکان زمان میتونی به دست بیاری. معادله مکان زمان میشه چی؟ یا معادله حرکت سرعت ثابت چیه؟ وی تی به علاوه ایکس صفره. پس ایکس برابر با چیه؟ وی مون چقدره؟ 2. خب
5 دقیقه میشه چند ثانیه؟ 5 تا 60 میشه 300 ثانیه. x0 مونم منهای چنده؟ 40. 2 تا 300 تا میشه چند؟ 600 تا. البته چون جابجایی رو میخواد بهتره که در حقیقت من اینجا x0 کلن چیه ننویسم. خب یعنی اینجا بیام بنویسم چی؟ چون جابجایی رو میخواد من اینو بنویسم دلتا x. ببینید x0 رو میارم این طرفی میشه دلتا x. دلتا x میشه چی؟ vt. v میشه 2. t هم میشه چند؟ 5 تا 60 میشه 300 تا. کلن جابجایی من میشه چند؟ 600 متر. پس اینجا حواسمون باید باشه که از ما چی رو میخواد؟ جابجایی رو میخواد، نه مکان متحرک در لحظه در حقیقت 300 ثانیه. پس جابجایی متحرک x0 رو من میارم اون طرف، از x کم میکنم، این میشه جابجایی. جابجایی میشه vt. v 2 که به دست آوردیم ضربه داره، تیمون هم که 5 دقیقه 300 میشه 600 متر. اما مثال بعد تمرین 1.6 از کتاب هست، کتاب فیزیک 12 هست که مربوط به حرکت سرعت ثابت است. مثال 2 تا کفش دوزک A و B رو نشون میده که در راستای محور X در حال چی هستن؟ حرکت هستن. گفته سرعت هر متحرک را پیدا کنید و معادله مکان زمان آنها را بنویسید. ببینید هر دوتا شیبش مثبته. پس پیش بینی من اینه که سرعتی که من بخوام به دست بیارم برای متحرک A و B، یعنی برای در حقیقت برای این دوتا متحرک، میتونه هر دوتا مثبت باشه. پس من میتونم بگم متحرک A وی A میشه چی؟ میشه دلتا x به دلتا t. دو تا تایم رو در نظر میگیرم. دلتا t r من میگیرم چند؟ از اینجا تا اینجا 4 ثانیه دیگه، درسته؟ دلتا t a میشه 4 منهای 0 در 4 در ثانیه 4 x من چقدره؟ 8 متره. و در 0 هم که x a چقدره؟ 0. این میشه چند متر بر ثانیه؟ 2 متر بر ثانیه. وی بی رم به همین طریق میتونم به دست بیارم. دلتا x به دلتا t رو دیگه نمی نویسمش، فقط جایگزین میکنم. مثلا در لحظه 4 x 24 در لحظه 4. در لحظه 0 x b از 12 شروع میشه. پس این میشه منهای 12. 24 منهای 12 میشه 12 تقسیم بر 4 که میشه چند؟ 3 متر بر ثانیه. پس سرعت وی A میشه 2 متر بر ثانیه و وی بی میشه چقدر؟ 3 متر بر ثانیه. من میتونم معادلات حرکتشو بنویسم. ببینید معادله خام حرکت سرعت ثابت میشه x vt به علاوه چی؟ x0. اگه بخوام برای متحرک A معادله حرکتشو بنویسم، باید بنویسم x A مساویه با v A چند؟ 2t x A 2t به علاوه x0. x0 A چنده؟ 0 دیگه، کلا من نمی‌نویسمش دیگه. پس معادله حرکت متحرک A میشه 2t. معادله حرکت متحرک B باید بذارم 3 دیگه، وی شو باید بذارم چند؟ 3t به علاوه x0 A چنده؟ 12 است. یه نکته خیلی مهم و بچه‌ها باید دقت کنیم، اونم اینه که در نوشتن معادله حرکت همیشه اینه باید x و t مجهول باشن. اسمش معادله است. چرا؟ چون شما با توجه به معادله حرکت مثلا متحرک A یا متحرک B میتونی در زمانهای بعدی مکان متحرک A و B رو چیکار بکنی؟ پیش بینی کنی. پس در معادله حرکت همیشه V و x0 معلومه و x و t همیشه چی هستن؟ مجهول هستن.
حالا چه در حرکت سرعت ثابت و چه در حرکت شتاب ثابت. پس این نکته رو حتما توجه کن. تمرین 1/7 از کتاب فیزیک 12 که مربوط به حرکت سرعت ثابته، 2 تا کفش دوزکه که نمودار مکان زمانشون رو نشون داده، یکیشو با در حقیقت شیب منفی، یکیش هم با شیب مثبت نشون داده. متحرک A و متحرک B یا کفش دوزک A و کفش دوزک B در راستای محور X حرکت میکنن، نشان میداد. نمودار مکان زمانشون اینه. گفته از روی نمودار به طور تقریبی تعیین کنید کفش دوزک ها در چه لحظه و در چه مکانی به یکدیگر میرسن. ببینید به طور تقریبی اینجا به یکدیگر رسیدن، درسته؟ اگه بخوایم بگیم که در حقیقت از لحاظ زمانی تو چه مکانی به هم رسیدن، تقریبا بین 3 تا 4، یعنی میشه 3.5 متر، ببخشید 3.5 دقیقه، چون اینجا بر حسب دقیقه است، اینجا دقیقه ما در نظر میگیریم. بین 3 و 4 میشه 3.5 دقیقه مین، و مکان اینم تقریبا نصف دیگه، مثلا میشه نیم متر. حالا چون اینجا متره ما میتونیم که به صورت تقریبی بگیم این نیم متر تقریبا وسط میفته. پس از روی نمودار به طور تقریبی تعیین کنید که در چه لحظه‌ای 3.5 دقیقه و چه مکانی نیم متر. این به صورت تقریبی از روی نمودار تعیین کردیم. حالا با استفاده از معادله مکان زمان و مکان همرسی کفش دوزک ها را پیدا بکنید. یعنی در حقیقت با استفاده از معادله‌ام به من بگو ببینم که این در چه مکان و زمانی به یکدیگه میرسن این دوتا. خب من ناچارم که سرعت هر دوتا رو به دست بیارم، معادله رو بنویسم، مکاناشون رو برابر هم قرار بدم و در حقیقت مجهولم رو به دست بیارم. ببینید برای متحرک A من اگه بخوام V شو به دست بیارم، میدونم که وی آ میشه چی؟ وی آ. ببینید وی آ شیبش منفیه، پس میدونم که اگه بخوام بنویسم دلتا X به دلتا T قطعا باید این منفی بشه. حالا هر بازه زمانی رو شما میتونید در نظر بگیرید، چون شیب نمودار تو هر بازه زمانی رو در نظر بگیرید در حقیقت یکسان دیگه، درسته؟ پس مثلا میگم من از بین 0 تا 4 اگه بگیرم، زمانم میشه 4 منهای 0 در 4 x چنده؟ 0. در 0 x چنده؟ در 0 x 4. خب این میشه چند؟ منهای 4 تقسیم بر 4 میشه منهای 1. خب واحدش هم مثلا میشه 1 متر بر دقیقه میشه دیگه. البته میتونیم به ثانیه هم تبدیل کنیم ولی هیچ فرقی نمیکنه توی در حقیقت جوابای ما. میشه منهای 1. پس اینجا سرعت متحرک آ میشه منهای 1. من میتونم معادلش رو بنویسم. پس میتونم معادله متحرک آ رو بنویسم. x آ رو میتونم بنویسم چی؟ میتونم بنویسم vt به علاوه چی؟ x0 آ. این معادله خامشه، معادله اصلیش این میشه دیگه. همونجور که گفتیم در نوشتن معادله حرکت حتما x و t باید مجهول باشن. پس x آ ویش باید معلوم باشه. وی رو اگه من بذارم منهای 1 میشه منهای 1 ضرب در تی میشه منهای تی. x0 هم چنده؟ 4. پس این میشه معادله کفش دوزک آ. دقیقا همین کار رو برای بی هم انجام میدیم. وی بی میشه باز برای وی بی هم میتونم بین 0 و 4 بگیرم، یا مثلا میتونم بین 0 و 3 بگیرم. حالا یه مقداری متفاوت تر میتونیم بگیریم ببینیم چی میشه. اگه بین 0 و 3 بگیرم در 3 x چنده؟ x در 3 0 منهای و در 0 x من منهای 3 هست. این میشه منهای 3 منهای 3 میشه مثبت 3 تقسیم بر 3 هم که میشه چی؟ 1.
1 متر بر دقیقه. پس این میشه سرعت متحرک B. میتونم معادله حرکت متحرک B رو هم بنویسم. پس میشه چون مثبت ضرب در t میشه مثبت t x vt به علاوه x0، ولی x0ش میشه چی؟ منهای 3. پس این میشه معادله حرکت متحرک B. خب در چه مکانی به یکدیگه میرسن و چه زمانی به یکدیگه میرسن؟ ببین اینجا که به هم میرسن x هاشون چیه؟ یکسانه، یعنی باید بذارم x a برابر با چی؟ x b. x a چیه؟ منهای t x a منهای t به علاوه 4 مساوی با x b رو میذارم t منهای 3. خب این منهای t رو میارم این طرف میشه مثبت t، 3 رو میبرم اون طرف میشه منهای 3 رو میبرم اون طرف میشه مثبت، در حقیقت 3 با 4 میشه 7. حالا میتونم t رو ببرم اون طرف، اگه t رو ببرم اون طرف میشه منهای t، میشه منهای 2t. 4 رو بیارم این طرف میشه منهای 4 با منهای 3 میشه منهای 7. از اینجا t میشه چند؟ منهای 7 تقسیم بر منهای 2 میشه مثبت چند؟ 3.5 دقیقه. پس با اون پیش بینی که بالا کردیم درست بود دیگه، درسته؟ در 3.5 دقیقه به هم میرسن. کافیه که این 3.5 دقیقه رو توی یکی از این معادلات قرار بدم و مکانی که به یکدیگه میرسن به دست بیارم. مثلا توی فرض کنید x a قرار میدم. x a منهای t رو میذارم منهای 3.5 به علاوه 4. این میشه چند؟ میشه نیم متر. پس t 3.5 دقیقه رو من گذاشتم توی یکی از معادلات. مثلا اگر اینجا قرار بدم منهای 3.5 به علاوه 4 میشه نیم متر. اگر پایینم قرار بدم 3.5 منهای 3 باز میشه نیم متر. پس با اون پیش بینی ها و اون تقریب هایی که توی شکل زدیم کاملا مطابقت داره.